اگه فقط 21 روز ازش بخوری چه بلایی سرت میاد؟ اگه فقط 21 روز از ترکیب سیاهدانه و سرکه سیب استفاده کنیم چه اتفاقی برای بدن ما میفته؟ حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. مثل همیشه لایکتون نره. خستگی و کسلی بدون دلیل، خلط شدید پشت حلق، چاقی شکمی و پهلو، میل شدید به شیرینیجات، کبد چرب، یبوست، رفلاکس، نفخ شدید، سفید شدن ناگهانی موها، نازکی تار مو، همه این موارد ظرف 21 روز کامل بهبود پیدا میکنه، چون همه این موارد علائم سردی و رطوبت شدید معده هستش که با ترکیب سیاهدانه و سرکه سیب کامل از بین میره. اگه طریقه خاص مصرفش رو میخواین و اینکه میخواین بدونید چه زمانی این ترکیب رو باید مصرف کنید که بهترین نتیجه رو بگیرید، حتما باید پیج و فالو داشته باشید و کلمه سیاهدانه رو کامنت کنید. به صورت کامل رایگان داخل دایرکتتون ارسال میشه. این ویدیو رو برای سایر دوستانتون هم بفرستید تا اونا هم آگاه بشن.